الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. وصیت میکنم همه شما را اولا نفس خود ما به تقوای الله، یعنی به ترس از الله. امروز میخواهم درباره مسئولیت کمی صحبت بکنیم که مسئولیت چی است و باید چگونه ما مسئولیت شناس باشیم. الله متعال در قرآن کریم میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله متعال در این آیه کریمه میگد که ای مؤمنان، ای آنهایی که به یگانگی الله ایمان آوردید، خودتان و اهل بیتتان از این آتش علنگ زننده دوزخ نجات بدهید که سوزنده دوزخ انسان ها هستند، سنگ ها. یعنی در گیرانی دوزخ هزومی که اول آتش در میگیرانی در دوزخ، همون آتشی که اول در میگیرانند انسان ها هستند و سنگ ها. و ملائکه های در دوزخ هستند که چقدر بیرحم هستند. حتی در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است ذره در دل آنها رحم و شفقت نیست برای عذاب دادن اهل دوزخ. از فرمان الله یگام ذره سرپیچی نمی کنند و هر کاری که الله امرشان میکنه انجام میتین. مسئولیتی ما و شما پدرای عزیز، مادرای مهربان، برادران اهل اسلام بسیار بزرگ است. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید: لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن اربع. روز قیامت قدمای بنده از زمین قیامت دور نمی شود تا اینکه از 4 چیز پرسیده نشود. هر یک انسان در روز قیامت از 4 چیز الله او را میپرسه. اگر خوب جواب داد نجات مییابه، اگر جواب داده نتوانست دوزخ میروه. عن عمره فيما افناه. انسان از همه عمری که ما و شما میگذرانیم بسیار وقت در گناه و معصیت، در لهو و بیهودگی پرسیده میشیم. از این عمر هر ساعت و هر دقیقه پرسیده میشیم. چنانه که در سوره والعصر بسم الله الرحمن الرحیم: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله متعال در این سوره با عصر یعنی با وقت قسم خوردگی است. میگن مفسرها در حقیقت انسان ها در زیان هستند مگر آنهایی که ایمان آوردند به الله و عمل صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق، به راستی، به راه هدایت وصیت کردند، دعوت کردند و یکدیگر را به صبر و بردباری دعوت کردند. و دیومش عن جسده فیما ابلاه. انسان جسدش در کجا لاغر کرد؟ آیا شب و روز رفته در معصیت و گناه، در کارهای بیهوده جسدش لاغر کرد، خسته کرد، در عذاب و رنج دادن مردم صرف کرد، جسدش لاغر کرد، در دشمنی مسلمانان صرف کرد، یا که در طاعت الله لاغر کرد؟
و عن علمه ماذا عمل فیه. از علمش انسان پرسیده میشه در نزد الله که به این علمش چی عمل کرد. مسئولیت عالمان هم در نزد الله، مسئولیت طالب ها هم در نزد الله روز قیامت سخت است. الله از علمی که ما طالب علم میگیریم و عالم هایی که علم دارن روز قیامت سخت پرسیده میشن آیا عمل کردی به این علمت؟ آیا به همون علمی که خوندی دعوت کردی مردم به راه حق، امری به معروف کردی، نهی از منکر کردی یا نه؟ و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه. انسان از مالش باز پرسیده میشه که از کجا به دست آوردی این مالا، یا از راه حرام یا که از راه حلال به دست آوردی و در کجا صرفش کردی. در راه حلال صرفش کردی یا که در راه حرام صرفش کردی. هر یک تینه که به دست میاریم بسم الله الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بعد از آن پرسیده میشید ای مردمان روز قیامت از نعمت هایی که الله به شما داد. دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یکی شما به مانند چوپان، خیلی که چوپان گوسفندای یک بویا یک رئیس گوسفنداش میبره چراگاه، هر گوسفندی که پاش میشکنه در یگم چقری غلطیده، هر یک گوسفندی را که گرگ میخوره، هر یک گوسفندی که در اوجه کسل میشه، هر یک گوسفندی را که در چراگاه گم میشه، این چوپان پرسیده میشه در پیش همو بوی. یک یک میپرسه که برای چی به اهمیتی کردی گوسفند دزدیدن، یا که گرگش خورد، یا که غلطید و مرد. هر یکی ما روز قیامت پرسیده میشیم. والامیر راع. امیر، سردار، رئیس، پادشاه، همه اینا در روز قیامت از زیر دستاشون، از مردماشون پرسیده میشن. برای اسلامشون پرسیده میشن، برای شکم گرسنه‌شون پرسیده میشن، برای رنج عذابی که کشیدن و به مسئولیتی از طرف رئیساشون شید پرسیده میشن در نزد الله. و الرجل راع علی اهل بیته. و مرد روز قیامت پرسیده میشه از بالای خاندانش، از زنش و فرزنداش و اهل خانوادهش، ده چند نفر انسانی که باشه پرسیده میشه. مرد باید هر روز چه خیلی که برای شکم فرزندان روز تا بگه را میدوه، جسدش لاغر میکنه، خودش خسته میکنه، بیفره میکنه، میروه در شهرهای مسافرتی 8 ماه و 10 ماه و 1 سال و 2 سال و 10 سال و 20 سال کار میکنه که گشنه نمونند، تشنه نمونند، بی‌لباس نمونند، بخونند مکتبای عالی ده علم خوب بگیرن، برای اسلام شونم، برای ایمان شونم، برای آخرت شونم پرسیده میشن، برای نمازشون، برای روزشون، برای هر یک امر دینشون پدر از بالای فرزنداش در نزد الله پرسیده میشه. والمرأة راعیة علی بیت زوجها و ولده. و زن هم در نوبت خود پرسیده میشه. مادرای عزیز فکر نکنین که مسئولیت از سر شما خالی است. نه، وقتی که شوهرای شما از خانه میروین، خواه یک روز باشه، خواه ماه باشه، خواه سال، تا برگشته آمدنی و یا از امی فرزندا شما پرسیده میشین.
از مالی که شوهر برای شما امانت میگذاره میروه پرسیده میشین. اگر به اجازت شوهر یک مال را، یک سوزن را به اجازت به یک نفر میتین ناپرسیده، پرسیده میشه در نزد الله که برای چی از شوهرت ناپرسیده این مالش دادی. از خودتون که امانت ماندگی شما را در خانه باید به اجازت شوهر نفری را خانه داخل نکنین، مرد نامحرمه. باید به اجازت شوهر از خانه برآمدن نروین. هر کجایی که میرین شوهر باید از او آگاه باشه، بدانه که شما در چی کار مشغولین، کجا میرین. و فرزندانم باید امانت چه خیلی که شوهر به شما میگذاره وقتی که آمد باید همو خیلی بسپارین شه. به قدر استطاعت هم باید شما امانت شوهر خیانت نکنین. الا فکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. با گفتن آگاه باشید، هر یکی شما مسئول هستید، پرسیده میشین. در روز قیامت از زیر دستاتون پرسیده میشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.